سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی کسایی که این ویدیو رو تماشا میکنن. با حل یک سری از تست ها از مبحث ژنتیک زیست در خدمت شما هستیم. این سوال مربوط به آزمون 21 مهر 1402 قلمچی هستش. خب صورت سوال نگاه میکنیم، تعداد جملات درست رو خواسته از ما. خدمت شما عرض کنم در مورد آزمایش چارگاف صحبت کرده. چارگاف چه آزمایشی انجام داد؟ چارگاف طی یک آزمایش تجربی ثابت کردن نه که دلیلش رو بگه، فقط ثابت کرد، نشون داد، بهتره بگیم نشون داد که خدمت شما عرض کنم تعداد بازهای آدنوزین در دی ان ای با تعداد بازهای تیمین برابره. یعنی نوکلئوتیدهای آدنین دار برابرن با نوکلئوتیدهای تیمین دار و همچنین این برای گوانین و سیتوزین هم صدق میکنه. خب حالا ببینیم گزینه‌ها کدومی که از اینا رو درست اشاره کرده. در هر رشته پولینوکلئوتیدی تعداد بازهای عالی سیتوزین با گوانین برابره. خب میبینیم یه قسمت از اطلاعات درسته، یعنی تعداد بازهای عالی سیتوزین با گوانین گفتیم برابره، ولی باید اینو توجه کنیم که نه در هر رشته، در هر مولکول دی ان ای و هر مولکول دی ان ای دارای دو رشته هستش. پس این باعث میشه که ما بگیم الف غلطه. در واقع الف غلطه. دیگه خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ مورد ب. تعداد نوکلئوتیدهای آدنین دار درون هسته با تعداد نوکلئوتیدهای تیمین دار آن برابر است. این هم باز غلطه، چون ما به صورت چیز هم اینا رو مشاهده میکنیم، به صورت آزاد هم اینها رو مشاهده میکنیم. پس نمیتونیم لزوما بیایم بگیم که اینا با هم دیگه برابرن، چون ممکنه به صورت آزاد وجود داشته باشن. اصلا در RNA هایی وجود دارن که چه در DNA هسته وجود دارن، چه میخوان از هسته خارج بشن، هنوز نشدن. اونها هم صدق نمیکنه. مورد جیم میگه تعداد قندهای متصل به سیتوزین با تعداد قندهای متصل به گوانین در هر نوکلئیک اسید. اینجا هر نوکلئیک اسید یکم کارو خراب میکنه. چرا کارو خراب میکنه؟ به خاطر اینکه هر نوکلئیک اسید اینجا RNA هم در بر میگیره، در حالی که اصلا منظور سوال RNA نیست. در مورد دال میگه در هر دئوکسیریبونوکلئیک اسید، ریبونوکلئیک اسید دیگه، دئوکسیریبونوکلئیک اسید دقیقاً منظورش همون دی ان ایه. تعداد باز عالی دو حلقه‌ای آدنین با تعداد باز عالی تک حلقه‌ای تیمین برابره. خب بله دیگه، این دیگه خود چیز چارگاف بود دیگه، چون دی ان ای نام برده. این مورد درسته و جواب گزینه 2.